شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. با طلبی سازمان‌های بین‌المللی و هم در تلاش برای مبارزه با فساد و رشوه‌خوری در تاجیکستان قانونی را اصلاح کردند که فهرست منصبدارانی را که باید اعلامیه‌های انداز و اموالشان را سپارند درست‌تر می‌کند. وکیلان مجلس نمایندگان هفته گذشته طرح اصلاح شده قانون درباره مقاومت با کروپسیا را تکمیل نمودند که منصبداران دولتی را عهدهدار می‌سازد ذره از ثروت و اموالشان را پنهان ندارند و در اعلامیه انداز نویسند. همکارم طاهر سفر این موضوع را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او در همین باره صحبتی داشتم و نخست از اصلاحات در این قانون پرسیدم. اصلاح و تغییرات اساساً در ماده 21 قانون است که از منصبداران دولتی می‌خواهد هر سال درباره درآمد و اموال خود به اداره انداز گزارش بدهند. در این ماده در قانون پیشینه که فقط از 5 بند عبارت است آمده است رهبران مقامات دولتی عهده دارند هر سال دایر به وضع مال و ملکی خود به مقامات بالایی و عاید به درآمد به مقامات انداز معلومات پیشنهاد نمایند. اما در طرح نو فهرست منصبدارانی که باید اعلامیه‌های انداز و داروهای خود را حتما بسپارند بسیار وسیع‌تر شده است. از جمله حساب کارمندان بانک ملی، مقامدارانی که در خارج کار می‌کنند و هم منصبداران تمام مؤسسه‌ای که در آنها حصه دولت نه کمتر از 50% را تشکیل می‌دهد. این منصبداران اعلامیه‌های خود را باید تا روز 1 اپریل سپارند. الیاس ادریس‌زاده مدیر آژانس خدمات دولتی در حضور وکیلان مردمی گفته است که در اعلامیه از درآمد باید درآمد منصبدار، مالیات پرداختش، ماشین و خانه‌های استقامتی، حوله بستانسرا چه در خارج یا در داخل ذکر شود. اگر مرغ و گاو و گوسفند هم پرورش کنند یا در اختیار داشته باشند حتما سرشمار آنها را باید بنویسند. در عموم به ماده 20 قانون 6 بند اضافه کردند و در مجموع به 11 بند رسانیدند. شفافیت در کار اداره‌های دولتی و بخصوص ثروتی وزیران و منصبداران سالهاست که در جامعه تاجیکستان بررسی می شود. از این رو از همکارم سوال کردم که تا کجا این قانون به شفافیت کار وزیران و کبیران مساعدت می کند. اگرچه سپردن اعلامیه انداز برای مقامات تا سالهاست که حتمی است ولی تاکنون هیچ یک از وزیران یا منصبداران بلندپایه تاجیک اعلامیه انداز یا دارایی خود را نشر نکرده است. مزد کم ولی ثروت و دارایی بعضی از منصبداران در تاجیکستان شبهه و گمان را درباره شفافیت کار آنها و یا سوء استفاده از مقامشان زیاد کرده است. در گذشته خبرنگاران تاجیک از یک دادستان سابق کل پرسیده بودند که زیردستان یا که مزد کم میگیرند چگونه صاحب ماشین‌های گرانبها شدند و پاسخ او هم این بود که خویشاوندانشان هدیه کردند. ماه فوریه سال 2022 محققان مرکز پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته گفتند سندهای را در اختیار دارند که نشان می‌دهد قاسم رهبر وزیر سابق کشاورزی و رئیس سابق ولایت سوخت سال 2004 در یک بانک شویتزاری حساب باز کرده در آنجا بیشتر از 8 میلیون فرانک شویتزاری نگه داشته است. با وجود شبهه و گمان زیاد که به این زودی‌ها منصبداران تاجیکستان اعلامیه‌های خود را از جامعه هم نشان بدهند، الیاس ادریس‌زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان در گذشته گفته است که بررسی‌ها درباره عاموی کردن معلومات درباره دارایی منصبداران ادامه دارند اما قرار نهایی کی قبول می شود معلوم نیست. تشکر از همکارمان طاهر سفر که درباره طرح اصلاح شده قانون درباره مقاومت با کروپسیا در تاجیکستان معلومات داد. بینندگان عزیز نظر شما در این باره چیست؟ با این بحث در صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید.